یکی از نکات برجسته‌ای که در صحبتام با در واقع نمایندگان نسل کنونی جوان ایران میشنوم و اینکه چگونه این تحولات در داخل خانواده‌های خودشون اتفاق افتاده. جوونی که میگفت من خودم بالاخره یه زمانی به عنوان اصلاح طلب بودم، تغییر موضع دادم، الان رسیدم به همین نتیجه‌ای که باعث از این نظام گذر کرد. یا میگفت من یه مادر بسیار متدینی داشتم که خیلی طرفدار آقای خامنه‌ای بود، اونم دیگه از این مسئله گذر کرده. در داخل خود خانواده ها این ارتباطاتی که یه جوری در واقع بستگانی داشتن یا یه منفعتی داشتن در بودن در این سیستم، روز به روز داره کمتر و کمتر میشه، روز به روز داره بیشتر میره به سمت اینکه کلیت نظام رو زیر سوال میبرند و از این مسئله عبور میکنن. خود این درک و این فنومن، اگه بتونیم اسمش رو بگذاریم، اتفاقا بیشتر امیدوار کننده هستش که ما دیگه با یک نسلی سر و کار داریم که دیگه گول نمیخوره یا خیلی کمتر احتمال این هستش که فریب بخوره از این نظام. و برای همینه که من فکر کنم که مسئله برای مردم ایران در اکثریت مشخصه که ما باید از نظام عبور بکنیم. مهم درک کردنی که چگونه میشه این تغییر رو انجام داد و در فردای این نظام چه اتفاقاتی میتونه بیفته یا باید بیفته و نهایتاً چه تأثیری در زندگانی مردم خواهد داشت. و این مسئله رو میشه تعریف کرد، میشه توصیف کرد، میشه برنامه‌ها و پروژه‌ها و پیشبینی هایی که یه چیز علمی است، یعنی چیزی نیست که من درآوردی باشه، با آمار و با ارقام قشنگ ثابت کرد و گفت با این وضعیتی که کشور داره، با این پتانسیل درآمدی که میتونه تولید بکنه، با این میزان سرمایه‌گذاری که در ایران میتونه بشه، چگونه و به چه شکلی این اثر آنی خواهد گذاشت در وضعیت معیشتی مردم و به طور کلی طرح درازمدت بازسازی. من فکر کنم اتفاقا این بخش آسان‌ترین بخش کار ما خواهد بود. بزرگترین مشکل ما رسیدن مرحله‌ای است که باید بهش برسیم و اونم سقوط نظام هستش و تمرکز اصلیمون در این مرحله باید روی این باشه، با علم به این که برنامه برای جریان گذار هستش و پشت سرش مدیریت سالمی که بتونه شروع کنه تمام این مسائل رو جا انداختن. یک چیز هم خیلی مشخص هست، ما برخلاف نظام که وعده های تو خالی میده، به عنوان مخالفین نظام و آلترناتیو وعده بیخودی به مردم نمیدیم. چیزی که میگیم واقعا بهش باور داریم که به محض اینکه این رژیم بره اینترنت آزاد میشه، به محض اینکه این رژیم بره تمام این تبعیض‌های جنسی و مذهبی از بین میره، به محض اینکه این رژیم بره بالاخره این فساد جا افتاده مافیایی رژیم کنار گذاشته میشه و بالاخره ما میتونیم یک اقتصاد واقعی باز سالمتری داشته باشیم و تا روزی که بالاخره تهمونده های رژیم هم اگه این وسط بخوان شلوغ بازی در بیارن، دیگه به اون حد دستشون به جای بند نیست که بتونن اختلال ایجاد بکنن. این باور و این اعتقاد به این که این کار شدنی است من دارم و میدونم ابزار اصلیش در داخل ایران هستن، اکثریتشون خیلی زود میتونن این خلا رو پر بکنن و بر مبنای این فکر کنم مسئله ما فقط این نیست که از نظام گذر بکنیم، بلکه درک کامل از این که به چه شکلی ما میتونیم آیندهمون رو از نو بسازیم و این یک چیز بسیار مهمی است که باعث روش بیشتر صحبت بشه. من به سهم خودم بیشتر با همیهنانم در این موارد صحبت خواهم کرد، ولی خیلی مهمه که بدونیم که ما کمبودی از نظر نیروهای انسانی و قابل نداریم برای بازسازی کشورمون. اونایی که به جمهوری اسلامی نه گفتن، به ویژه در این انتخابات اخیر صحبت می‌کنیم ازش، طیف گسترده‌ای هم با دیدگاه‌های مختلف. برای شما فرق می‌کنه که اونایی که به جمهوری اسلامی نه میگن با شما موافق باشن یا مخالف باشن؟ ببینید، من که برای خودم که کمپین نمی‌کنم، من دارم به یه آینده‌ای صحبت می‌کنم که درش مردم ایران بدونن که حق مشارکت دارن، حق رأی دارن، حقوق برابر دارن، در اون کشور حقوق بشر رعایت میشه، در اون مملکت تمام جامعه به یک دید نگاه بهشون میشه، نه به صورت تبعیضی تقسیم بندی نمیدونم قومی یا نمیدونم مذهبی یا غیر ذالک. چیزیست که واقعا در دنیای مدرن و آزاد در کشورهایی که این دموکراسی ها رو دارن بهش رسیدیم. بنابراین مهم باور داشتن به این که ما یه همچین آینده دموکراتیکی میخوایم و نهایتا مردم به چه رأی خواهند داد یا کی رو انتخاب خواهد کرد، اون یک پروسس انتخابی است مثل هر کشور دیگری، ولی ما باید به اونجا برسیم. وقتی که من میگم اپوزیسیون سیاسی ایران از هر طیف و گرایشی باشن ولی معتقد به یک آینده یک نظام دموکراتیک سکولار، وظیفه اصلیشون امروز
خطکشی و مرزهای حزبی برای رقابت‌های انتخاباتی نیست. به اونجا خواهیم رسید. احزاب باید تشکیل بشن و مثل کشور دموکراتیکی احزاب هستن که انتخابات برگزار میکنن و نتیجه انتخابات تشکیل دولت‌های بعدی رو مشخص میکنه. ولی برای رسیدن به اونجا ما بایستی از یک پروسس سیاسی و به اصطلاح قانونی بگذریم. مجلس مؤسسان، من همیشه باور داشتم که خب بالاترین مرجع تصمیم گیری در هر کشوری نهایتا نمایندگان مردم در یک مجلس ملی است دیگه. این مجلس مؤسسان میتونه در جایی که اختلاف نظر هستن که شکل نهایی چی باشه یا محتوای نظام چی باشه یا میزان تقسیم قدرت به چه شکلی باشه، اون بحث رو واسه اون مجلس مؤسسان انجام بده. هیچ کدوم از ما از قبل که میتونیم برای مردم تعیین تکلیف بکنیم یا نسخه بپیچیم و باور داشته باشیم که مکانیزم تعیین کننده و تصمیم گیرنده نهایتا اون مجلس هست و مردم میتونن بیان پیشنهاد نهایی مجلس رو در این رفراندوم تایید بکنن. بنابراین وظیفه اصلی تمام کنشگران و فعالان مدنی سیاسی که در مبارزه با جمهوری اسلامی برای یک آلترناتیو دموکراتیک دارن تلاش میکنن، یک سقوط نظام هست، کمک کردن به روند مدیریت موقت و گذار کشور هست در زمان حکومت موقت که بیشتر، همونطور که قبلا بهتون گفتم، فکر کنم بیشتر کسانی که اون رو تشکیل میدن اکنون در داخل ایران هستن. بخش کوچیکیش ممکن از خارج ایران کمک بکنه. مدیریت اون زمان گذار هستش و فراهم کردن شرایط انتخابات هر چه سریعتر اون مجلس برای که ما بتونیم نهایتا اون نتیجه گیری کلی رو داشته باشیم. در اینجا همه بایستی واقعا در یک حوزه با هم کار بکنیم، با علم به این که یه زمانی هم خواهد رسید که سر اختلاف نظراتمون رقابت حزبی داشته باشیم در تعیین سیاست کشور، ولی باید به اونجا رسید. یعنی در واقع درشگر رو جلو اسب نباید بست. اکنون ما فقط بایستی برای آزادی کشورمون کار بکنیم، با علم به این که در گروی اون آزادی است که از حق انتخاب و نظر خودمون میتونیم بهره بگیریم که اکنون نداریم تحت لوای این رژیم. حتما شنیدید آقای ظریف که وزیر خارجه پیشین و مشاور ستاد آقای پزشکیان گفته که بستن اینترنت در شرایط خاص یه پروتکلی در کشورهای دیگه هم عمل میکنن، در جهان هم این اتفاق میفته. شما اون آینده که برای ایران متصور هستید در یک ایران دموکراتیک و آزاد، اگر یه گروهی از مردم بیان به خیابان اعتراض بکنن، آیا اون رو موافق این هستید که با توجیهات امنیتی ملی مثلا اینترنت رو محدود بکنن؟ آیا این پروتکل اون چیزی که شما برداشتتون اینه در شرایط خاص میشه صدای مردم رو خفه کرد؟ به نظر من گردش آزاد اطلاعات یکی از اولین ابزار قدرت دادن به یک ملتی است، حالا در هر کشوری. تمام حکومت‌های دیکتاتوری یا توتالیتر هستش که میترسن از آگاهی مردم و اولین کارشون جلوگیری و مانع شدن از گردش آزاد اطلاعات هستش، یا ایجاد مانع برای دسترسی به اطلاعات یا حتی هماهنگی بین خودشون. من به این باور دارم که اگر ما اعتقاد داریم که یک کشوری و جامعهش شایسته چیز بهتری است و حق این رو داره در تصمیم گیری برای خودش، چرا بخوایم بترسیم از رأیشون؟ ما که از رأی مردم نمیترسیم. اگر هم عقیده‌ای دارن در پوشش قانون حق آزادی بیانش رو باید داشته باشن. بنابراین هر نوع سانسوری به نظر من شروع دوباره یک نوع دیکتاتوری است در مقابله با آزادی مردم. منتها خیلی چیزا رو باز قانون تعریف بکنه. بی قانونی که نمیتونه باشه. هر کسی به میل خودش نمیتونه هر کاری رو انجام بده. در قالب حکومت قانون هستش که آزادی ها مشخصه، تعریف شده است، ولی به نظر من ابزار اصلی که جامعه بتونه دسترسی به ابزاری داشته باشه که هیچ دولتی یا هیچ تمرکز قدرتی به وجود نیاد و بتونه مانع این آزادی باشه رو قطعاً باستی تضمین کرد. بدون اون که نخواهیم تونست اون آزادی رو بهش دست پیدا کنیم و یا حفظش بکنیم. این برای من جزو یک چیزای کلیدی است. برای نظر شخصی من هست. حتما در جریان هستید که در جریان همین رأیگیری سفارتخانه‌ها یا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی تلاش کردن که صندوق‌های رأی رو در آمریکا در نقاط مختلف یا در کشورهای دیگر در اروپا و اینا برقرار بکنن. ایرانی‌های مخالف هم رفتن جلوی اون حوزه‌ها حضور پیدا کردن، اعتراض خودشون رو نشون دادن. در بعضی موارد ویدیوهای منتشر شد که رفتارها کم تند و خشونت‌آمیز بوده با افرادی که شرکت کرده بودن در این رأیگیری. واکنش خود شما چه هست وقتی این تصاویر می‌بینید که در جمهوری اسلامی از این قضیه استفاده کردن که بگن ببینید مخالفان این اپوزیسیونی که میگن افرادی ان که میرن رأی دهنده رو مرعوب میکنن به اصطلاح؟ بله، خب اون هم جزو خطوط قرمز
اخلاقی و در واقع رفتاری است که بهش اعتقاد دارم. وقتی من میگم نافرمانی مدنی و خشونت پرهیز، یعنی هر نوع خشونتی، هر نوع تهدید جانی، هر نوع عملکرد زشت و زننده از نوع حداکی یا فحاشی یا یه برخوردی که پس فرق ما با اینا چیه؟ این رو من همیشه متذکر شدم و اگر کسانی هستند که متاسفانه دست به این کار میزنن، قطعا یه چیزی که من شخصا محکوم میکنم و فکر کنم این خطکشی رو باز کاملا مشخص بیان کرد در ارتباط با کسانی که به این شکل بسیار زننده و یا رادیکال برخورد میکنن. این منش و رفتار یک جامعه مدرن و در واقع متمدن نیست و نمیتونه باشه و فکر کنم اکثریت جامعه ما علیرغم هر انگیزه و دید سیاسی که داشته باشن این رفتار رو انجام نمیدن. فقط بعضی از گروه‌های اکستریم هستن که متاسفانه این کار رو میکنن. البته نبایستم تعجب کرد که شاید به نوعی هم این مسئله است که خود رژیم راه اندازی میکنه و جریاناتی رو به نام این جریان یا اون جریان راه اندازی میکنن که به ظاهر میگوین ما طرفدار این یا اون هستیم، ولی در عمل این بحران ها رو ایجاد میکنن برای که مانع یک همکاری و اتحاد بیشتری بشن بین مخالفین به خود نظام. اون رو هم نباید تعجب بکنیم. ولی به هر حال در پاسخ سوالتون قطعا این چیزیست که به هیچ عنوان شایسته نیست و بایستی نشون بدیم که علیرغم اینکه مخالف نظام هستیم ولی به شکل متمدنانه و به شکل غیر تهدیدآمیز یا با فحاشی یا با حرکت‌های غیر قابل دفاع از نظر زننده بودن قطعا اون رو باید محکوم کرد. من قطعا این کار رو بارها گفتم، بازم تاکید میکنم و از سایر همیهنانم درخواست میکنم که اونها نیز مشخصا محکوم بکنن این نوع رفتارهای ناشایسته رو در هر جا که باشه. همونطور که شما گفتید گزارشم که ما دریافت کردیم اکثریت قریب به اتفاق خیلی با رعایت احترام در واقع اعتراض خشم خودشون در واقع واکنش نشان دادن. مواردی هم بوده همونطور که صحبت کردیم که ناخوشایند بوده. شاهزاده، وقتی که صدای آمریکا از مخاطبین پرسید که انتخابات آمریکا برای شما مهمتره یا انتخابات در ایران، تقریبا میتونم بگم اکثریت بالایی، واقعا شاید مطلق، گفتن که انتخابات آمریکا. فکر کنید چرا؟ تعجب نمی کنم، برای اینکه ببینید در همین بازی این که چگونه رژیم به خصوص وقتی که فکر داستان برجامو میکنیم، خب زمانی بود که آقای اوباما، کسی که زمان جنبش سبز یه فرصت طلایی رو از دست داد برای حمایت اون جریان، جوری دیگه رفتار کرد. آقای بایدن هم همینطور در ارتباطی که خب یه جوری با این رژیم در واقع کنار اومد، فشار رو روش کمتر کرد، تحریم های نفتی رو به اون شکلی که باید شاید که اصلا جزء برنامه بود اصلا به اجرا نگذاشتن. نتیجهش این بود که رژیم 100 بیلیون دلار بیشتر پول دست بهش پیدا کرد که خرج مردم گرسنه بدبخت ایران که نکرد. پول داد به حماس رو، به هوتی‌ها و به همین جریانات منطقه‌ای، نتیجهش رو اون درگیری با اسرائیل. به هر حال اینا همش برمیگرده به اینکه میزان تاثیرگذاری سیاست خارجی کشور به خصوص ابرقدرتی مثل امریکا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و قطعاً این رو مردم میتونن بدونن که یه فرقی خواهد بود بین دولت فعلی که چقدر در مقابل رژیم کوتاه اومده و حتی سر معامله گروگان‌ها چه امتیازات بیخودی رو به رژیم داده و رژیم اتفاقا تشویق کرده به اینکه گروگانگیری نتیجه بخش، هر آن گرفتار بشن یه در رو میگیرن و باز میخوان معامله بکنن، تا یه حکومت دیگری که خیلی قاطع‌تر و محکم‌تر جلوشون خواهد ایستاد. من که میدونم بالاخره تاثیر جهانی اثر داره در ایران و کلا باعث گفتش که وقتی یه نگاهمون به چین هست و کاری که چین داره میکنه یا کاری که روسیه داره میکنه و همین رابطه جمهوری اسلامی با آقای پوتین سر جنگ اوکراین به طور مثال، و در جایی که در متقابلا این به اصطلاح زورآزمایی رو اگه بهش اسمشو بذاریم بین غرب و این دوتا کشور کمتر میبینن، خب خیلی مهمه که امریکا بالاخره حرفش آخر سر چی خواهد بود از لحاظ سیاست خارجیش نسبت به اوضاع منطقه و ایران. من تعجب اصلا نمیکنم که برای مردم ایران این مسئله مهم باشه، بلکه میدونم در حال هیچ تأثیری در انتخابات خودشون که در ایران ندارن، همون به اصطلاح بازی همیشگی رژیم هست، ولی میتونه سیاست امریکا بسیار تاثیرگذار باشه در اینکه ما زودتر موفق بشیم به نجات خودمون تا اینکه باز دولتایی باشن که خیلی با نرمش و در واقع یک نوع اپیزمنت بهش میگن اینجا، یعنی در واقع یک نوع مدارایی که
هر دفعه این مدارا بوده بیشتر جون داده به این نظام ها در سرکوب بیشتر مردم خودشون و به قول معروف یک نوع تروریسم و مسائل دیگر تا به حال با جهان داشتن.